اگه زیرپوستی یه زندگی یواشکی و زیرجلکی دیگه داری، بشین پای این فیلم که اینم مثل خودت اهل بخیه است. سلام دوست فیلمباز من، خوش اومدی به کانال فیلماتو. با فیلماتو یه جور دیگه ببین. اگه اهل فیلمایی هستی که هم الهام بخشن هم حال آدمو خوب میکنن، همین الان اون دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگولش هم فعال کن تا فیلماتو از دست ندی. خب بریم سراغ فیلم امروز. یه فیلم که خیلی‌ها بعد از دیدنش تصمیم گرفتن زندگیشون رو یه جور دیگه ادامه بدن. زندگی پنهانی والتر میتی. ماجرا از یه مرد خیلی معمولی شروع میشه. والتر میتی یه آدم آروم، مؤدب، یه جورایی هم خجالتیه. خلاصه به قول دهه 90 یه سوبر گوگل مگولیه، ولی خب توی ذهنش یه دنیای دیگه است. مثل همین الان که نشسته تو خونه و داره لیستاشو چک میکنه، اما یه نیم نگاهی هم به صفحه لپتاپش داره. از اون شیطونای سربزیریه که از 16 سالگی رو شریل ملحوف چشم آبی کراش داشته. اتفاقا شریل این روزا همکارشه و حالا هم که به طور اتفاقی دیده، شریل عکس خودش رو توی سایت دوستیابی گذاشته. از سلیقه‌هاش نوشته و دنبال یه مرد شجاع، خلاق و شاغل میگرده واسه دیت و مخلفاتش. هوس میکنه از همینجا یه حرکتی بزنه و استیکر چشمک رو نثار شریل جذاب کنه. اما بازم ترس همیشگی میاد سراغش و میندازتش تو دست انداز. اما بالاخره زیر یه خم خودشو میگیره و میره که دکمه ارسال رو بزنه که حسابی سنگ رو یخ میشه. سیستم ارور میده. استیکر ارسال نمیشه. اونم بیخیال میشه و میزنه بیرون. والتر یه خیال پرداز قهاره. وسط یه گفتگوی معمولی که با پشتیبانی سایت همدمیابی داره، یهو تخیلات قهرمانیش میزنه بالا و از روی پل میپره پایین و میره تو ساختمانی که سگ سپاهی شریل ملحوف رو نجات بده. تو محل کارش هم از بدشانسی گیر رئیس جدید میفته که یه اعصاب خورد کنه ریش قشنگیه که اومده یه سری از کارمندا رو اخراج کنه، آخرین جلد مجله رو در بیاره و بعدش شرکت رو ببره تو فاز مجازی و دیجیتالی. از اون رئیسا که به خودش اجازه میده هر کاری بکنه، هر حرفی بزنه و همه رو دست بندازه. نمیدونم شما تجربه همچین رئیس کوفته‌ای رو داشتید یا نه؟ شاید براتون سوال شده که این والتر میتی کارش چیه؟ والتر یکی از ستونای شرکته و حسابی بین همکارا و هنرمندا گنگش بالاست. اون توی مجله معروف لایف تو بخش نگاتیو عکس‌ها کار میکنه. یعنی همون جایی که عکس‌ها رو ظاهر میکنن. از صبح تا شب پشت میزه بین قفسه ها و نگاتیو ها، بدون هیجان، بدون ماجراجویی. حالا که مدیرای مجله تصمیم گرفتن آخرین شماره چاپی رو منتشر کنن، نظرشونه که روی جلد یک عکس خیلی خفن و خاص رو بزنن از عکاس افسانه‌ای مجله شان اوکانل. این تصمیم رو به والتر میگن و منتظر میمونن که والتر عکس شماره 25 شان اوکانل رو ظاهر کنه و براشون ببره. ولی یه مشکل بزرگ وجود داره. نگاتیو اون عکس گم شده و مسئول نگاتیو ها کیه؟ بله، خود والتر. والتر برای دست به سر کردن رئیس رومخی و ریش قشنگش بهانه میاره که هنوز کارای فنی عکس انجام نشده و یکم زمان میبره. اما واقعا چه بلایی سر عکس شماره 25 اومده؟ آخر سری عکسایی که شان اوکانل ارسال کرده همش هست، الا همین یه دونه که مهمترینش و خود شان اوکانل از قبل اهمیتش رو به همه اعلام کرده بود. پس والتر اون آدم آروم و خیال پرداز تصمیم میگیره بالاخره یه بارم که شده واقعا کاری کنه و تو دنیای واقعی دنبال سرنخایی که از سری عکسای شان اوکانل به دست آورده بره و عکس شماره 25 رو پیدا کنه. اولین سرنخش یه پاکت عکسه که شان براش فرستاده. روش چند تا شماره و نشونه داره. والتر با پرسجو از آدمایی که شان اوکانل رو میشناسن و یا باهاش در ارتباط بودن سعی میکنه یه ردی از اون پیدا کنه. کسایی مثل شریل ملحوف و حتی مادر خودش. تو این هاگیر واگیرم گیر میده به رئیس ریش قشنگش و حسابی توی جنگ تن به تن از خجالتش در میاد. البته باور نکنید همش خیالاته. خلاصه از سرنخا والتر رد شان اوکانل رو تو گرینلند میزنه. والتر که حسابی کبدش میخوره به شریل ملحوف میگه یه دیتمون نشه؟ اونم کجا؟ تو پارک. چجوری؟ وقتی که شریل با پسرش اونجاست. والتر نه تنها از نظر پوشش یه عقب افتادی دهه 70 که با این کارش نشون میده ذاتاً یه ایران 57. شریل
اون داره با همسر سابقش تلفنی حرف میزنه و والتر هم سعی میکنه با پسر شریل سر حرفو باز کنه و چند تا چشمه از هنرهای اسکیت بورد سواریش رو میکنه. به هر حال وقت رفتنه. اوکانل به شدت والتر رو داره از کیلومترها دورتر به سمت خودش فرا میخونه. اونم کجا؟ یه گوشه سرد و دور افتاده دنیا. خلاصه با هواپیما و بعدش با ماشین خودشو به اون جزیره میرسونه. وقتی میره تو کافه یه چیزی بخوره و پرسجو کنه، گیر یه گولاخ مست میفته که سپیچ میشه با والتر ترانه بخونه. مخالفت والتر کار دستش میده و باعث میشه که گولاخ زبون نفهم حسابی لولش کنه. اما تو اون حیث و بیسی که بیلاخ گولاخ داره میره تو تخم چشمش، والتر سر نخی رو که اوکانل براش گذاشته بود میبینه. انگشت و انگشتر. بله، یکی از عکس‌ها از شست همین گولاخه که از قضا خلبان هلیکوپتر هم هست. اون تعریف میکنه که اوکانل چند وقت پیش اینجا بوده و ازش عکس گرفته و بعدش رفته یه جای دیگه. حالا والتر باید با چی بره؟ خلبان گولاخ که مست پاتیل و روپاش هم بند نیست. میگه تنها راهش اینه که من ببرمت تو اقیانوس و از اونجا بپری توی کشتی که میره جایی که اوکانل رفته. حالا به نظرتون والتر چی کار میکنه؟ باهاش میره؟ معلومه که نه. اما مگه این دل ساب مرده میذاره؟ اونجا هم شرین ملهوف با یه گیتار عاشقانه میاد سراغ تخیلاتش و با اشوه مشوه و ادا مدا حسابی غیرتش رو کوک میکنه. چون یادتونه که شریل مرد مورد علاقه شجاع و خلاق و شاغل بوده و غیر اینا کنسله. والتر یهو میدوه و میپره تو هلیکوپتر در حال بلند شدن. تخیله؟ نه با کمال تعجب واقعیه. رو اقیانوس بالای یه کشتی که میرسن خلبان بهش میگه باید بپری و اونم میپره. خیاله؟ نه بازم واقعیه. والتر خیلی عوض شده. خلاصه پریدن همان و دست و پا زدن تو اقیانوس طوفانی همان. آخه خنگول به جای کشتی ماهیگیری پریده تو باقالیا. با 1000 بدبختی میکشنش بیرون. تو کشتی ماهیگیری هم یه نشونه از اوکانل میبینه. کیکی رو که مادرش برای اوکانل پخته بوده رو لای یه تیکه کاغذ میدن دستش. اوکانل تو همین کشتی بوده و روی کاغذ یه آدرسه. بعد از پیاده شدن از کشتی، والتر با دوچرخه، پیاده، اسکیت بورد و خلاصه هر جوری که میتونه خودشو میرسونه به ایسلند. اینجا هاست که این صحنه فوق‌العاده معروف رو داریم. والتر با موزیکی اسپیس اودیتی داره از جاده کنار آتش فشان با اسکیت بورد عبور میکنه. با اون حس آزادی، رهایی و یه انرژی عجیبی که حس میکنی تو تن تو هم جریان داره. خودتون برید آهنگ اسپیس اودیتی رو گوگل کنید ببینید چرا مهمه. اصلا هم نمیگم یه ارتباطی هم با فرود آپولو 11 تو کره ماه داره. اونجاست که دیگه میفهمیم والتر دیگه اون والتر قبلی نیست. انگار دیگه خیال پردازی نمیکنه. داره واقعا زندگی میکنه. بعد از کلی سفر و ماجراجویی بالاخره والتر سر از افغانستان و کوه هیمالیا در میاره. اونجا تو ارتفاعات هیمالیا پشتیبان سایت همدمیابی باهاش تماس میگیره و والتر میگه دیگه نیازی به حضور تو سایتتون ندارم و صفحه‌مو حذف کنید. ببینید قدرت آنتن دهیشونه که کجاها آنتن دارن. ما زیر دکل مخابراتی هم نصف اینم نداریم. والتر همینجا هاست که شان رو پیدا میکنه. در حالی که با آرامش نشسته و یه پلنگ برفی رو از پشت لنز دوربینش تماشا میکنه. والتر میپرسه چرا عکس نمیگیری؟ و شان با لبخند میگه بعضی لحظه ها اونقدر خاصن که نمیخوای خرابش کنی با عکس گرفتن. فقط میخوای زندگیشون کنی. یه جمله ساده ولی پرمعنی. دقیقاً خلاصه کل فیلم تو همینه. زندگی رو باید زندگی کرد، نه اینکه تماشاش کنی. والتر سراغ عکس شماره 25 رو از شان اوکانل میگیره. شان میگه روش نشستی. والتر میگه منظورت چیه؟ اوکانل در جوابش میگه خواستم یکم اسرارآمیزش کنم. عکس رو تو جیب کوچیک کیف جیبی گذاشته بودم که به عنوان هدیه اون روز برات فرستادم. یعنی والتر کل این سفر دیوونه‌وار رو دنبال چیزی رفته که از همون اول پیش خودش بوده. والتر که حسابی از این مسخره بازی اوکانل به هم ریخته میگه من کیفو انداختمش دور. اینجاست که احساسات اوکانل هم جریحه دار میشه و کلن کارش رو رها میکنه و میره با یه عده‌ای که اون بردارن فوتبال بازی میکنن سرگرم بشه. البته مرام به خرج میده و والتر هم دعوت میکنه. هر دو فارغ از هر گونه فکر و خیال و دغدغه‌ای میرن که از لحظاتشون لذت ببرن.
اما والتر بعدش میفته توی دردسر جدی. چی؟ چیزی که بهش توجه نشده بود. آخه اون غیر قانونی رفته بود افغانستان. پس باید بره زندان مگر اینکه کسی ضمانتشو بکنه. و اون کسی نیست جز پشتیبان سایت همدمیابی. حالا که از این مخمسه نجات پیدا کرده، برمیگرده نیویورک. اونجا مادرش کیفش رو که انداخته بوده تو زباله ها بهش میده. آخه مادرها اینجوری ان دیگه. خرت و پرت بچه‌هاشون رو نگه میدارن. نگاتیو تو جیب کیفه. والتر اونو ظاهر میکنه و اون عکس بالاخره چاپ میشه روی جلد آخرین شماره مجله. اما حدس بزن موضوع عکس چیه؟ خود والتر میتی. اون مرد ساکتی که همیشه پشت صحنه بود. حالا خودش تبدیل به قهرمان روی جلد مجله شده. فیلم با یه حس خیلی قشنگ تموم میشه. والتر دیگه خیال پرداز نیست. چون بالاخره خودش وارد دنیای واقعیت شده. نه با خیال، بلکه با عمل. و اون لبخند آخرش وقتی مجله رو نگاه میکنه، همونجاست که میفهمی مسیر مهمتر از مقصده. فیلم زندگی پنهانی والتر میتی یه یادآوری قشنگه برای همه ما. گاهی اون چیزی که دنبالشیم همینجاست. فقط باید یه قدم از منطقه امنمون بریم بیرون. چون تا وقتی نترسی و حرکت نکنی، نمیفهمی دنیا چقدر بزرگه. اگه تو هم مثل والتر یه آرزو داری که همیشه عقبش انداختی، این فیلم بهت میگه الان وقتشه. برو دنبالش. مرسی که تا آخر ویدیو با من دیدی. اگه خوشت اومد لایک کن، سابسکرایب یادت نره و توی کامنت بنویس که اگه جای والتر میتی بودی همون اول داستان اولین کاری که میکردی چی بود؟ تا دیدن یه فیلم دیگه به سبک فیلماتو، خدا نگهدار.